به نظرتون کدوم یکی از این آیرون گولما میتونه در برابر این واردن دووم بیاره؟ اولی که یخه فکر نکنم، دومی هم گلده، نه اینم نمیتونه کاری کنه. TNT فکر کنم بهتره که. خب میریم برای دایمندی فکر نکنم بتونه دووم بیاره. ببینیم. نه نتونست. ابسیدیانی فکر کنم از دایمندی ضعیفتر باشه. ببینیم. آره ضعیفتر بود. حالا اسلایم بزن ببینیم. اسلایمی چقدر خوبه داره میزنه ولی تبدیل به 2 تا شد. اسلایمی هم باخت. خب میریم برای آخری که میشه بدراکی. بدراک زدتش. شاید جونش آخر بود زد. حالا یکی دیگه اسپان کنیم. بزن. چرا واردنه نمیزنه بدراکی رو؟ نمیدونم. باش دوسته؟ اصلا نمیزنه. یعنی میتونه بکشتش؟ کشت. پشمام.